خب به نام خدا، مهرداد هستم. جلسه 8 از سری ویدیوی آموزشی پایتون. تو این جلسه قراره بریم در مورد لیستا بیشتر صحبت بکنیم. نستد لیست چی هست، لیست های تو در تو، اسلایس ها چی هست و اگرم برسیم یه چند تا متد از لیست ها رو درس بدیم مثل اپند و اکستند. اگرم نشد که برای جلسه بعدی. خب اول از همه بریم نستد لیست ببینیم چی هست. من داخل استوری این یه سری دو تا سوال گذاشته بودم، گفته بودم یکم اینا شاید سخت باشه، یکم فکر می‌خواست، ولی خب اشکال نداره. اول همه یه لیست تعریف می‌کنیم. چه شکلی تعریف می‌کردیم؟ یک مثل تعریف متغیرها بودش، یه اسم براش می‌ذاشتیم، مثلا مای لیست، مقدارش رو یه دونه مساوی می‌ذاشتیم و یه دونه براکت باز می‌کردیم. حالا می‌خوام نستد لیست باشه، یعنی لیست تو در تو، مثل نستد ایف، یعنی ایف های تو در تو. این الان میخواد لیست تو در تو باشه، پس نشون میده که ما باید یک لیست هم داخل این لیست داشته باشیم. مثلا میگیم چی؟ یک لیستی داریم که مقدارش هستش، مثلا اولین آیتمش هست مقدارش مرداد، یعنی اندازه 0. دومیش هست مثلا 12، سومیش هستش مثلا 16.5. آیتم دومیش که اندازه 1 رو داره مثلا برابر هستش با 89. بعد دیگه مثلا یه دونه اسپرینگ بهش بدم من به اسم پایتون و یک مقدار منطقی هم فکر کنم بشه داد. بعد تستش بکنیم دیگه ببینیم چی میشه. خب حالا به این حالت از لیست میگن لیست های تو در تو. ما میتونیم تعداد خیلی زیادی از این لیست ها، اگه اشتباه نکنم تا بی نهایت میتونیم داشته باشیم. حتی من داخل همین لیستی که اینجا هست یه لیست دیگه هم میتونم داشته باشم. بعد دوباره میتونم حتی آیتم بعد این لیست خودم یه لیست دیگه بهش بدم و اینکه حتی داخل همه این لیست من دوباره یه لیست دیگه میتونم داشته باشم و به این حالت اصطلاحاً بهش میگن نستد لیست. حالا الان بریم پرینت بگیریم مای لیست چی رو؟ اندیس 0 رو. گفتیم چه شکلی لیستا کار میکردن. لیستا گفتیم از سمت چپ به این ور، جایی که کرسر داره میره به کدوم جهته، این شکلی کار میکردن و همیشه اولین عنصرشون، اولین آیتمشون اندیس 0 داشت. منتها الان چه شکلی باید اولین آیتم رو در نظر بگیریم؟ اولا هنوزم از سمت چپ در نظر میگیریم و به سمت راست میریم و اینکه اندیس 0 همونطور گفتیم اولین آیتم اندیس 0 داره. اولین آیتم اینجا چیه؟ این لیست است، اینی که اینجا هایلایت میشه. الان اولین آیتم اینه. پس من اگه بخوام این لیست رو چاپ بگیرم به من با همون ظاهر سینتکسی برمیگردونه. بذارید بیاد بالا، کامنت پرامپت من باز شه. بله برگردم. این مقداری که اینجا هستش در واقع همون چیزی که تو این قسمت وجود داره. میبینید؟ بذارید من این هایلایتش بکنم. میبینید در واقع اندیس 0 این مای لیست، این لیست اولیه‌اش هستش. مثل همون آیتم ها، این دفعه به جای یه دونه آیتم مثلا استرینگ یا یک عدد حالا اینتیجر یا فلوت، این دفعه به جای یک لیست داریم، یعنی آیتم اندیس 0 مون یک لیست هستش. حالا من میخوام دسترسی داشته باشم به اندیس های داخل این لیستی که الان هایلایت شده. چه شکلی باید دسترسی داشته باشن؟ ببینید وقتی ما یه دونه براکت میزنیم و توش عدد میذاریم، در واقع لیستمون رو صدا زدیم و عنصری که اندیس 0 داره رو صدا زدیم از مای لیست. یعنی میاد اینجا برمیگرده مای لیست، میره اندیس 0 رو پیدا میکنه، میره اندیس 0 خودش یه دونه لیسته و چون دیگه بهش اندیس دیگه ای ندادیم، هیچ عنصری از داخل این لیسته به ما بر نمیگردونه. مستقیم میاد با همین ظاهر سینتکسی که اینجا داره جوابش تو محیط کنسول به ما نمایش میده. منتها فکرشو بکنید من میخوام همین مقداری که داخل این هست، این مقدار رو من چاپ بکنم. چه شکلی باید بهش دسترسی داشته باشم؟ اون موقع کافیه بذارید من این کد رو کامنتش بکنم، کار نکنه دیگه، چون احتمال زیاد فایلش داخل کانال تلگرام من بذارم.
فرضشو بکنید ما میخوایم به اندیس 0 یعنی لیست اولی که الان چاپش کردیم دسترسی داشته باشیم و به اندیس 0 اون لیست هم دسترسی داشته باشیم. یعنی من میخوام مهرداد رو الان چاپ بکنم. با چیکار بکنم؟ اول از همه تابع پرینت رو من صدا میزنم و حالا باید بهش اندیس رو بدم. ببینید از بیرونی ترین لیست ما اندیس گذاری شروع میکنیم تا داخلی ترین، از بیرونی ترین آیتم ما اندیس گذاری شروع میکنیم تا داخلی ترین آیتم. اول از همه باید ببینیم مهرداد تو کدوم یکی از این لیست قرار داره. خب توی این لیست اولیه یعنی آیتم اول اندیس 0. پس می نویسم مای لیست اندیس 0. بعد چی کار میکنم؟ تا اینجا من بهش گفتم برو اندیس 0 مای لیست رو بگیر. اندیس 0 شد چی شد؟ این لیسته. حالا میخوام بگم برو مهرداد رو ازش بگیر. گفتیم توی لیست همیشه از سمت راست به چپ آیتم ها اندیس گذاری میشن و از 0 هم شروع میشه. حالا مهرداد اینجا اولین آیتم پس اندیس 0 داره. کافیه یه براکت دیگه باز بکنم توی اندیس 0 رو بزنم و به همین حالت هر چی پیش بریم و داخل تر بریم به این براکت هم اضافه میشه و اندیس داخل اون قرار داده میشه. الان بذارید من اینو چاپ بکنم، مقدار مهرداد رو بعد به ما برگردونه. چی شد؟ خب میگه my list is not defined، تعریف نشده. من یک خطای سینتکسی اینجا داشتم، my list رو اشتباه نوشته بودم. خب مهرداد رو به من برگردون. چیکار کرد در واقع؟ بذارید من اینو کوچیک بکنم. ببینید اول از همه ما گفتیم چیکار میکنیم؟ از بیرونی ترین آیتم به داخلی ترین آیتم ما میایم چیکار میکنیم؟ اندیس گذاری میکنیم. خب اول از همه باید ببینیم ما الان گفتیم میخوایم چی رو چاپ بکنیم؟ میخوایم مهرداد رو چاپ بکنیم. مهرداد باید ببینیم تو کدوم یکی از این لیستا بوده. اول از همه لیست کلیش مای لیسته. کدوم آیتم اول، اینی که اینجا هایلایت میشه. و کدوم و آیتم مهرداد اندیس چند داره؟ اندیس 0 داره، چون از راست به چپ داریم میریم. بنابراین براکت اول در واقع میاد اندیس آیتم کلیمون یعنی اندیس آیتم مای لیست رو مشخص میکنه. اینو گفتیم اینجا اول از همه برو سراغ مای لیست اندیس 0. مای لیست اندیس 0 شدش این و بعد از اون از مای لیست اندیس 0 برو اندیس 0 رو بگیر دوباره که میشه این قسمت. به همین حالت من میتونم بقیه رو هم چاپ بکنم. این دفعه مثلا فکرشو بکنم من میخوام عدد 12 رو چاپ بکنم. کافیه بگم برو توی مای لیست. چجوری بسته میشه؟ چرا باز شد؟ خب کافیه بگم اول از همه مای لیست رو صدا بزنم، بگم برو توی اندیس چندش؟ اندیس 0 یعنی اولین آیتم اینجا این قسمت. میخوام عدد 12 رو چاپ بکنم دیگه. و بعدش عدد 12 گفتیم از راست به چپ، وقتی از چپ به راست میره از 0 تا هر جا که لیست تموم بشه اندیس گذاری میکنه. خب عدد 12 دومین عنصر ماه، دومین آیتم ماه. پس از سمت چپ به راست که بریم مهرداد 0 12 1. پس اینجا اندیس 1 رو میزنم. تا اینجا کار رو چی گفتم؟ گفتم برو به مای لیست مراجعه بکن. به کدوم یکی از آیتم های مای لیست؟ اون که اندیس 0 داره. مای لیست رو میره سراغ مای لیست و این که میره سراغ آیتم 0ش یعنی این اندیس 0 لیستمون. و بعد از اون میگه از داخل اون لیستی که انتخاب کردی برو اندیس 1 رو انتخاب بکن. خب میگیم آقا این که اندیس 0 و این اندیس 1. من اگه این برنامه رو اجرا بکنم، بذارید این بالایی هم کامنت بکنم که اجرا نشه. اگه اجرا بکنم باید عدد 12 رو توی محیط کنسول به من نشون بده. بله 12 رو به من برگردون. حالا فرض بکنم میخوام مقدار طوری که تو این لیست هست رو چاپ بکنم. به چه حالت میتونم این کار رو انجام بدم؟ کافیه دوباره دستور پرینت رو بنویسم و بذارید من این صفحه رو ببندم نمیدونم چرا هی باز میشه. خب این دفعه باید مای لیست رو دوباره صدا بزنم، بعد ببینم اون تورویی که میخوام تو کدوم یکی از این آیتم های مای لیسته. تورو توی دومین آیتم مای لیسته. از سمت چپ به این ور جایی که کرسر داره میره نگاه کنید جهتش کدوم وریه. از چپ به این ور که میریم در واقع از چپ به راست که میریم دومین آیتممون میشه اینی که هایلایتش کردم که مقدار تورو توش قرار داره. پس از 0 شروع میشه. این آیتم اولی 0 بود اندیسش، بعد این آیتم دومی اندیس 1 خواهد داشت. پس براکت اول پا میکنم اندیس 1 میزنم. براکت دوم باید چی بنویسم؟ گفتیم میخوایم مقدار تورو چاپ بشه.
پس باید از سمت چپ همین لیسته به سمت راست دوباره اندیس گذاری بکنیم. خب اندیس 89 صفر، اندیس پایتون 1 و اندیس ترو 2 هستش. کافی داخل براکت دوم من 2 رو بزنم. این چه معنی میده؟ میگه برو سراغ مای لیست، میره مراجعه میکنه به مای لیست. کدوم یکی از آیتماش انتخاب بکنم؟ اونی که اندیس 1 داره. توی پرانتز توی براکت اول گفتیم اونی که اندیس 1 داره. گفتیم این آیتم 0 بود، پس این یکی 1. به کدوم یکی از این آیتمای مای لیست اندیس 1 مراجعه بکنم؟ دومین براکت اینو به ما میگه. میگه به آیتم دومیش. پس این 0 به اندیس دومیش، اندیس 2 در واقع آیتم سوم میشه. خب اولین آیتم اندیس 0 داره، دومی 1 داره، سومی اندیس 2 داره. پس الان باید به من مقدار ترو رو برگردونه. البته اگه خطا نده، نمیدونم، حالا ببینیم چی میشه. خب بله، مقدار ترو رو برای ما برگردوند. حالا کافیه یکم مثال من پیچیده تر بکنم که بهتر بشه. من بیام یه لیست دیگه هم اینجا بذارم به عنوان آیتم لیست کلی من، یعنی بنویسم چی توش، مثلا یه دونه مقدار فالس داشته باشه. گفتیم لیست ها میتونن مولتی تایپ باشن، استرینگ باشن، اینت باشن، فلوت باشن، و اینکه مثلا یه عدد بزرگی بهش بدم و اینکه حتی یه دونه عدد فلوت بهش بدم، و اینکه حتی داخل همین لیست من یک لیست دیگه داشته باشم، مثلا مقدار پایتونیوم توشه و یک مقدار دیگه هم بدیم 78 مثلا. حالا فرض کنید من میخوام بیام این از داخل این لیستی که هایلایتش کردم مقدار 78 رو برگردونم. اون موقع باید چی کار بکنم؟ گفتیم از از بیرونی ترین لیست پیش میریم به داخلی ترین لیست، از بیرونی ترین آیتم به داخلی ترین آیتم. به این حالت کافی دستور پرینت رو بنویسم که مقدار رو کنسول به من نمایش بده. حالا بگم برو سراغ مای لیست، پس مای لیست رو صدا بزنم. چرا نمیشناستش؟ مای لیست. خب دلیلی که نشون نمیداد به خاطر این بود که من کاما اینجا رو یادم رفته بود. همونطور که گفتم توی لیست آیتم ها با توسط کاما از هم دیگه جدا میشن. کافی دوباره برم سراغ مای لیست، صداش بزنم. خب الان باید از بیرونی ترین آیتم شروع کنیم بریم به داخلی ترین آیتم. پس براکت اول رو میزنم، میگم توی مای لیست برو مراجعه کن به کدوم آیتمش. به آیتم اولیش که نه، اون مقدار پایتونیوم داخل دومیش قرار داره، یعنی این لیست کلی، اینی که هایلایتش کردم. اولیه که نه، پایتونیوم توی دومی قرار داره. پس میگیم برو سراغ مای لیستی که اندیسش 1 هستش. اون موقع از توی مای لیست اندیس 1 برو داخل کدوم ها؟ برو داخل اونی که 1 0 1 و این هم اندیس 2. حالا میگی وقتی رفتی سراغ این لیسته اندیس 1 برو سراغ آیتمی که داره اندیس 1 2 ببخشید 0 1 2 هستش، اونی که داره اندیس 2 هستش. پس عدد 2 رو هم میذارم تو این براکت. حالا براکت سوم وا میکنم که دیگه برم داخل این لیستی که اینجا هستش. میخوام مقدار پایتونیوم رو چاپ بکنم. از سمت چپ به راست گفتیم اندیس گذاری میکنیم، پس پایتونیوم اندیس 0 رو خواهد داشت. اینجا 0 رو میزنم. الان اگه چاپ بکنم پایتونیوم رو باید به من برگردونه. بله، مقدار پایتونیوم رو به من برگردون. و حتی میتونم بالکل همین لیست اندیس 1 رو چاپ بکنم که خب نشون دادیم قبلا. و اینکه یا مثلا مقدار 78 رو میخواستم چاپ بکنم، کافی بود همون مقدار رو دوباره می نوشتم پرینت. یه چی پرینت بکن برای من. خب میگیم برو دوباره سراغ مای لیست، تو کدوم آیتم اندیس کدوم آیتم به کدوم آیتم مراجعه باید بکنه. میخوام 78 رو چاپ بکنم. خب تو آیتم اول که نیست 78، ولی توی آیتم دوم هستش. میبینید این آیتم دوممون داره اندیس 1.
وجود داره، عدد 78 اینجاست. پس اول از همه باید بگم برو به آیتمی که دارای اندیسه 1 هست مراجعه بکن و بعد از اون برو به آیتمی که دارای اندیسه 0 1 2 هستش که بیاد سراغ این لیسته اندیسه 2 هستش و بعد از اون برو سراغ آیتمی که دارای اندیسه 1 هستش، اون موقع پرینتش بکن. مقدار 78 رو برای من برگردون. بریم یکم مثال سخت‌ترش هم بکنیم. خب من مایلیست رو یکم توش تغییرات ایجاد کردم. این دفعه اومدم ویندوز و 10 رو بهش اضافه کردم. منتها داخل کدوم آیتم؟ داخل این لیستی که خوش داخل این لیست و اون لیست هم داخل این لیست دیگه است. عجب چیزی شد. حالا فرض کنید من از داخل این لیستی که اینجا هست این قسمت من میخوام ویندوز رو چاپ بکنم. چجوری باید چاپ بکنم؟ بذارید اینو کامنت کنم که اجرا نشه. کافیه بگم چی؟ کافیه بگم پرینت بکن برای من. مقدار چی رو برای من پرینت بکنه؟ این مقداری که اینجا میگم. اول اصلا میگم برو مراجعه کن به مای لیست، اسم لیستم. خب کدوم اندیسش مراجعه بکنم؟ اول باید ببینیم کدوم آیتم کلمه ویندوز توش قرار داره. خب آیتم اول که نیست، آیتم دوم هست. چرا؟ چون ببینید آیتم دوم ما اینه. بذارید ببینم درست کشیدم تا این عدد بزرگی است. آره آیتم دوم ما تا این قسمتی که هایلایت کردم. پس اول از همه باید بگم بره سراغ آیتم دوم. آیتم دوم داره اندیس 1. بعد از اون رفت سراغ آیتم دوم باید بره از آیتم دوم کدوم آیتم رو انتخاب بکنه؟ آیتمی که داره اندیس 1 2 0 1 2 هستش. آیتمی که داره اندیس 2 هست رو باید از توی آیتم دوم انتخاب بکنه. دوباره اندیس درست گفتم که هم قاطی شد. 0 1 2 آره درسته آره. اون که داره اندیس 2 هست مراجعه بکن. یعنی کدوم؟ یعنی این لیستی که اینجا هست. دوباره از همون لیسته برو به آیتمی مراجعه بکن که بذارید من کامل بکشم. خب تا اینجای کار رسیده به این قسمتی که هایلایت کردم. حالا میگم از آیتم دوم برو سراغ آیتم چندمی 0 برو آیتم سراغ آیتم 1 2 دوباره برو سراغ دومیش. آیتم دوم داره اندیس چند؟ 1 0 1 یعنی برو سراغ این لیسته. اینی که اینجا هست، اینی که الان هایلایتش میکنم. دوباره برو سراغ چیزی که داره اندیس 1 هستش و بعد از اون میخوایم کلمه ویندوز رو از داخل اون بکشیم بیرون. چه شکلی بکشیم بیرون؟ تا الان رسیدیم به این قسمت. حالا کلمه ویندوز اندیس آیتم اول و دارای اندیس 0 هستش. کافی اندیس 0 رو بدم اینجا. الان باید ویندوز برای ما چاپ بشه و خدا کنه که خطا نده. خودم هم نفهمیدم چیکار کردم. و ویندوز رو چاپ کرد. و اینکه زیاد سختی نداره. همونطور گفتم باید از بیرونی ترین آیتم شروع کرد. بیرونی ترین اندیس آیتم، حالا نمیدونم چی میگن، از بیرونی ترین آیتم شروع کرد و به داخلی ترین آیتم رسید. یعنی از بیرونی ترین اندیس ها ما اندیس گذاری میکنیم تا داخلی ترین اندیس ها. ما اینجا اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم برو سراغ مای لیست. کدوم آیتمش؟ اونی که داره اندیس 0 اونی که داره اندیس 1 یعنی این لیستی که اینجا هستش کامل تا آخر که نشون دادم. از اون لیستی که داره اندیس 1 هست، همون آیتمی که داره اندیس 1 هست، برو سراغ اندیس 2 همون آیتم. یعنی کدوما؟ 0 1 2 یعنی این لیستی که اینجا هست. دوباره گفتم از اندیس 2 برو توی آیتمی که داره اندیس 1 یعنی این لیستی که اینجا هست، یعنی ویندوز 10 و از اون آیتمی که داره اندیس 1 برو اندیس 0 رو برای من استخراج بکن. به همین راحتی. یک مقدار تمرین میخواد. احساس میکنم برای این جلسه کافی باشه.